کورکنی مثال ها را از گیومتری دوام میکنیم. مثال 690 در اینجا درباره سیستم کاردینات میون جای پارچه A B رو یابید. اگر A همین کاردینات داشته باشه و B همین کاردینات داشته باشه چه میون جایی یعنی نقطه مابین رو چه میابیم؟ فرمولش چه بود؟ نقطه مابینه بگذار همچون M اگر نشان دیم x1 جمع x2 دو نقطه که داشته است x هاشون جمع تقسیم 2 و y1 جمع y2 تقسیم 2 میکنیم و از اینجا معلوم میشود که نقطه مابینه ما برای همین سوال 3 جمع 5 تقسیم 2 5 جمع مینوس 3 تقسیم 2 میشود که این برابری چه میشود؟ 4 و 1 نقطه مابین ما 4 و 1 است. مسافه بین نقطه مینوس 1 5 مینوس 1 و 4 در یابیم. فرموله مسافه بین دو نقطه این همچون این است. فرق x ها بگذار x1 مینوس x2 در اینجا فرق نداره کدامش یک کدامش دویم در کوادرات جمع y1 مینوس y2 در کوادرات. اگر نقطه رو با این فرموله جایگیر کنیم در ریشه x بگذار نقطه 1 ما همین a باشد مینوس 1 مینوس نقطه دوم مینوس 1 باز در قوس مینوس 1 همش در کوادرات جمع y1 5 گفتیم مینوس 14 در کوادرات و این را اگر کار کنیم یکم قوس شکل میبینیم 9 میشود جمع 9 اینجا برابر 9 میشود و از اینجا ببینیم جواب ما چی میشود 19 در کوادرات و از اینجا ما 19 میشود ریشه و کوادرات میرود جواب ما 19 میماند. مثال نوبتی من در اینجا رسم رو پیشکی ماندم. طرفهای سکنجه داشته است 5 و 6 دسیمتر رادیوس دوری بیرون کشیده شده سکنجه رو یابیم. از درس گیومتری باید به خاطر بیاریم اون سکنجه داشته باشیم دوری بیرون کشیده اون و رادیوس داشته باشد بین سکنجه و دایره چه علاقه است همچون با مساحت سکنجه برابر است ضرب طرفها تقسیم 4 r این رادیوس دوره بیرون کشیده. مساحت سکنجه چه میابیم اگر سه طرف داشته با یوری فرمول گرن میگه چیکار میکنیم چه استفاده میبریم اگر در اون سکنجه سه طرف داشته باشد همچون سکنجه ما مساحت اون رو چه میابیم همه طرفا رو جمع کنیم میگن یو همچنین همش رو اگر جمع کنیم چه میشود 16 تقسیم 2 این 8 میشود. بعد از روی فرمول استفاده بریم مساحت یافته میتونیم. مساحت چی میشود؟ مساحت ما همچنین اس نشون میدیم 8 بعد نگاه کنیم در فرمول چی میاد همه طرفا رو طرح میکنیم 8 یعنی 8 طرح 5 ضرب 3 میشود باز طرح 5 باز 3 میشود طرح 6 2 میشود و این ریشه رو باید کار کنیم. از این میتونیم که 8 16 این ریشه 4 میشود 4 ضرب 12 از اینجا ریشه یافتیم 12 یعنی مساحت همین سکنجه ما برای همین سوال 12 است. اکنون رادیوس بیرون کشیده رو باید یابیم. اکنون این فرمول استفاده میبریم. این فرمول چیکار میگه؟ مساحت که یافتیم 12 برابر است طرف‌ها رو ضرب کنیم میگه 5 ضرب 5 ضرب 6 تقسیم 4 ضرب رادیوسی که ما باید یابیم. از اینجا معلوم میشود اختصار میشود البته اینها چه اختصار کنیم از همراه آسان 6 و 12 2 میشود این 8 r میشود اگر ضرب درون بدرون کنیم برابر 10 از اینجا r برابر 10 تقسیم 8 جواب ما 10 تقسیم 8 لیکن در اینجا که جواب نداریم ما این میشود 1 2 بخشش 10 25 اینجا چی باید 10 کردم اینجا 25 میشود 2 8 25 تقسیم 8 میکنیم جمع کردیم 25 تقسیم 8 این 2 نه 3 یا 3 25 میشود اینجا میشود 1 2 5 3 1 2 5 دوام میکنیم. یکی از کنچه‌های ترپیچه برابر پهلو در اینجا ما رسمی از پیچیدیم برابر پهلو چی معنی دو طرف پای ترپیچه با یکدیگر برابر هستند با 120 گرادوس این البته کنچه گشوده است این 120 در ترپیچه برابر پهلو این کنچه با یکدیگر برابر هستند و این کنچه 60 گرادوس و 60 گرادوس میشوند. این از روی قاعده ترپیچه میباید دروازه اساسی خورد با 8 برابر است و طرف پهلوی آن نیز با 8 برابر است. من تقسیم کردم
8 و 8 که از راست موندگی 4 به 4 میشد، یعنی فرق ندارد. دراز خط میانی ترپیز رو یابیم میگن. برای اون رو یافتن ما خط میانه یافتن اساسی درازترین رو باید یابیم. اون رو چیکار میکنیم؟ از روی سه‌کنجه، اگر ما در درون ترپیز سه‌کنجه کشیم 90 گرادوس 60 گرادوس و اینجا 30 گرادوس میشه. از اینجا میبینید که این سه‌کنجه مخصوص است. اگر 90 به 8 نگاه کنید 30 به 4 نگاه میکند. اگر ما از اینجا با هم سه‌کنجه اگر کشم باز همون چی میشود؟ 30 اینجا هم باز 4 میشود و که به قسمای تقسیم برابر جدا میکنند. اینجا 4 به 4 و اینجا 8 میشود. اینجا این طرف برابری اساسی خورده میشود، بالا 8 میشود. و از اینجا میدونیم که اساسی در این ترپیز با چی برابر؟ با 16 برابر است. اگر ارسم اینجا 16 میشود. از این خط مابین رو یافته میتونیم از روی رسم گرمیم. خط مابین اف برابری 8 جمع 16 تقسیم 2 این برابری 12 میشود. در ترپیز برابر پهلو باز همون نمود سواله که در اینجا با فکرم خورد اساسی خورد با 10 بگذاریم اینجا 10 باشد و کنجی تیز. اکنون میگه کنجی تیز 60 گرادوس در اینجا که یک چی میشود؟ اینجا 60 گرادوس چون که برابر پهلو و اینجا 120 گرادوس باز کنجا همون خیلی است. اگر چی وزن فقط رقم های وزن شدن و طرفی پهلو با 6 این طرف با دیگر برابر چون که برابر پهلو میگن. درازی خطی میانی ترپیز باز همین سوالو میپرسد. x رو یابیم میگن. برای اون رو یافتم ما باید اساسی درازترین رو یابیم. چیکار میکنیم؟ باز سه‌کنجه میکشیم با هر طرفی ترپیز. این کنج 30 گرادوس میشود. 90 اگر با 6 نگاه 30 به 3 نگاه دو مرتبه کمتر. اینجا هم 3 میشود، اینجا 10 میشود. و 3 خورده برابر میشه قسمی مابینه و اینجا برابری 16. درازی اساسی درازترین 16 میشود و از این باز f برابری 16 جمع 10 تقسیم 2 و این برابری 13 میشود. رادیوس دوره بیرون کشیده سه‌کنجه راست‌کنجه با 5 در اینجا رادیوس داشته است. از فرمول یکم پریمتر سه‌کنجه با 24 برابر است. رادیوس دوره به این سه‌کنجه درون کشیده رو یابیم. اکنون رادیوس درون کشیده فرمولش این است. من فرمول یکم رو نموندم بیرون کشیده رو که از یکم سوال دیدم از دویم سوال نمیتونه. چیکار میکنیم؟ در اینجا باز منطق همون است. باید مساحت رو یابیم. سه طرف داشته است لیکن در اینجا رادیوس بیرونه از روی فرمول رادیوس بیرونه اینجا نویسم. فرمولش چی بود؟ ضرب طرف ها ضرب ب ضرب c تقسیم 4r. اکنون کنیم مساحت داده نشده است. همه طرف هم داده نشده که پریمترشون داده شده است که در اینجا استفاده بوده میتونه. لیکن بیرونه با 5 در اینجا باید مساحت رو یابیم. یک چی در اینجا معلومات داشته است. سه‌کنجه راست‌کنجه. سه‌کنجه راست‌کنجه در درون دایره چیکار شده میتواند؟ بذار دایره رو کشم. سه‌کنجه راست‌کنجه رو بکشیم. اینجا اگر نگاه کنید این خط همین خطی که این رو پیوست میکند هم وقت به دیامتر تعلق دارد. اینجا دیامتر میشود و ما میدونیم که رادیوس با 5 یعنی ما میدونیم که این خط با 10 برابر میشود. باز ما میدونیم که پریمتر داریم. همین اگر اینجا ما x جمع y گوییم از روی تئورم پیثاگور گفته میتونیم که x کوادرات جمع y کوادرات برابر 100 است. باز با چی برابر است؟ ما میدونیم که پریمتر با 24 برابر است. x جمع y برابر 14 است. از اینجا اگر این سیستم مدل کار کنیم و هم دیده میشود x و y با 6 و 8 برابر است. و اینجا کدامش 6 کدامش 8 شرط نیست برای ما طرفای سه‌کنجه رو میدونیم 6 8 و 10 است. اکنون همین معلومات ها رو استفاده برده ما مساحت رو یافته میتونیم. مساحت چی است؟ اول یو رو یابیم میگن. یو چیه؟ همه طرف رو جمع میکنیم یعنی 6 جمع 8 جمع 10 که دادگی پریمتر برای چی الان نوشتم بود 12 میشود. مساحت رو اگر یابیم مساحت سه‌کنجه این میشود 12 ضرب طرح همه طرف ها رو اگر طرح کنیم چند میشد؟ 6 ضرب 4 ضرب 2. از اینجا اگر اینجا 12 کوادرات میشه 12 24 مساحت ما 24 میشه. اگر این ریشه رو استفاده بریم 12 ضرب
6 ضرب 12 میشه. 12 کвадрат در این ریشه دارم و 4 هست. 12 و 2 رو برام 24 میشه. مساحت رو یافتیم. اکنون چیکار کنیم میتونیم؟ اکنون فرمول استفاده برده رادیوس درون کشیده رو یافته میتونه. و چی برابر میشود؟ مساحت 24 داده شده است. یو رو ما میدونیم این برابر 12 ضرب رادیوس درون کشیده شده و رادیوس برابر 2 میشود. در اصل این طرف لازم نبود چون که به استفاده اینم یافته توانستیم با ما یو لازم بود. همه طرفات لازم دکر بود چون که مساحت رو به طرف یافته نمیتونم. یعنی این قسم دکر بود که استفاده بردیم برای مساحت. من باید طرف رو دونم. دوام میکنیم. لیکن باز اینجا که سکنجه راستکنجه است. مساحت چی است؟ ما میدونیم که بلندی ضرب اساس تقسیم 2. یعنی یک بار به این فرمول استفاده برده میتونیم. اگر یافته باشیم که 6 و 8 مساحت برابر چند میشود؟ 24. بلندی ضرب اساس یعنی 6 ضرب 8 تقسیم 24 میشود. باز یافته میشود میشه. دوام میکنیم. رادیوس دوره درون کشیده رو سکنجه رو یابیم در درون کشیده از روی فرمول این که باز همین منطق است. مساحت سکنجه رو باید اول یابیم. مساحت سکنجه چیز؟ اول یو رو باید یابیم. همه طرف رو جمع میکنیم. 3 ریشه 2 جمع 4 ریشه 2 جمع 5 ریشه 2 تقسیم 2 این برابر 6 ریشه 2 میشود. بعد در دو ریشه مساحت رو میابیم یعنی 6 ریشه 2 ضرب همه طرف رو از 6 ریشه 2 طرح میکنم. 3 ریشه 2 میموند. 3 ریشه 2 ضرب 2 ریشه 2 ضرب ریشه 2. از اینجا نگاه کنید چه ریشه رو کار کنه میشود. ریشه 2 ریشه 2 این 2 میشود. باز 2 یعنی 2 کвадрат دارن 2 از ریشه میبراید. با در این ریشه 6 3 18 ضرب 36 6 هم میبراید یعنی 12 میشود. جواب ما 12 میشود. مساحت ما 12 است. از روی این فرمول استفاده بریم. اگر مساحت 12 برابر است با 6 ریشه 2 ضرب رادیوسی درون کشیده شده این میشه 12 تقسیم 6 ریشه 2 این میشه 2 تقسیم ریشه 2. خیلی جواب دارم ندارم. بیاین صورت و مخرج با ریشه 2 اگر ضرب کنم این ریشه 2 میشه و جواب ما ب میشه. نقطه آ داده شده است. به دوره مرکزش تعلق دارد. رادیوس آن رو یابیم. نقطه در یعنی در اینجا شکل هم تصویر کردن مسافه رو میپرسم. مسافه بین دو نقطه. مسافه بین دو نقطه رو چه میافتیم ما؟ این نقطه در بوی دایره است. در بوی دوره این مرکزش. بین مرکز و این نقطه که در دوره است رادیوس میشود. هم مسافه رو باید یابیم. مسافه رو چه میابیم؟ بگذار این نقطه 1 باشد. نقطه 2 میشود مینوس 2 مینوس 14 پلوس 14 از روی فرمول مسافه بین دو نقطه و جمع 11 مینوس 5 جمع 5 کвадрат. این رو باید حساب کنیم. این میشود در این ریشه 12 کвадрат جمع 16 کвадрат 144 256 400 میشود. ریشه 400 این 20 نصیب خطا نکردگیم. تفتیش کنیم که در بفرم 12 144 16 256 420 بفرم درست است. دوام میکنیم. سوال آخرم کвадрати مسافه بین نقطه گوناگون رو یابید که کوردینات آنها سیستم زمین خانه میسازد. دو نقطه بریش رو میابیم. همین سیستم رو کار میکنیم. دو نقطه میابیم. مسافه بین آنها رو یابیم. مسافه کвадрати اش رو یعنی مسافه کвадрати این خیلی میشود فرق x ها در کвадрат جمع فرق y ها در کвадрат. باید همین رو یابیم. x و y رو از سیستم مدل حساب میکنیم. چه کار کرده میتونیم؟ بیاین جای واسه کنیم. از یک مدل جای y ما میتونیم نویسیم 9 مینوس x میتونیم و این رو در دوی مدل اگر استفاده بریم این میشود x کвадрат مینوس x 9 مینوس x جمع 9 مینوس x در کвадрат برابر 21. اگر این رو ما اگر قوس رو بشویم و ساده کنیم میشود x کвадрат مینوس 9x جمع x کвадрат جمع 81 مینوس 18x جمع x کвадрат برابر 21. از اینجا یک منچه ساده میشود یا نه معلوم نیست. بیاین x کвадрат رو جمع کنیم چی میشود 3x کвадрат مینوس 27x
21 رو به طرف چپ بیارم 60 میشود. جمع 60 برابر 0. بیاین همشون ضرب شوند 3 دونه، همه شو به 3 تقسیم کنیم. x کوادرات مینوس 9x جمع 20 برابر 0. از اینجا از روی فرمول کوادراتی استفاده برده میتونیم، یا اینکه با قوس اگر جدا کنیم آسان تر است. این رو چیکار میتونیم؟ x مینوس 4 x مینوس 5 نوشته میتونیم برابر 0 و از اینجا ما x برابر 4 است یا x برابر 5 است. اگر x 4 باشد y آن بیزر نقطه 1 باشد y آن با چی برابر می شود؟ از یکون فرمول مونیم اگر y ما با 5 برابر می شود. اگر x 5 باشد y ما با 4 برابر می شود. نقطه دوم باشد بگذار 4 می شود. اکنون مسافه کوادراتی آنها رو یابیم. در اینجا ریشه لازم نیست چون که کوادرات میگوید. فرق x ها یعنی کدامش که یکون 4 مینوس 5 در کوادرات جمع فرق کوادرات y ها در کوادرات این برابر میشد 1 جمع 1 برابر 2.